خورشت کرفس در خدمتتونم. ابتدا پیاز و نگینی خرد میکنیم، کمی تفت میدیم تا از خامی خارج بشه، به همراه گوشت و ادویه ها کمی تفت میدیم، آب اضافه میکنیم و زمان میدیم تا گوشت ها کاملا پخته بشه. بعد کرفس‌ها رو خوب میشوریم و مطابق با ویدیو ریشه های اون رو جدا میکنیم. این ریشه ها باعث میشن که کرفس‌ها کاملا پخته بشن و زیر دندون نیان و کرفس‌های نرمی داشته باشیم. به همراه روغن کرفس‌ها رو تفت میدیم، در تابه رو میذاریم تا تو این زمان کرفس‌ها هم نرم بشن. سبزی‌هامون که شامل جعفری، نعنا و برگ‌های کرفس رو ریز خورد می‌کنیم و به ساقه‌های کرفس اضافه کرده و تفت میدیم. در این زمان 2 قاشق غذاخوری سبزی قرمه رو که از قبل سرخ کردیم و اضافه می‌کنیم و ترکیباتمون رو به گوشتمون اضافه می‌کنیم و زمان میدیم تا کاملا جا بیفته. زمان جا افتادن خورشت کرفسمون حدوداً 3 ساعته. بعد از 2 ساعت در قابلمه رو برداشته و از آب قوره به عنوان چاشنی استفاده میکنیم. میتونید از لیموی عمانی هم استفاده کنید. کمی نمک اضافه میکنیم و مجدد در قابلمه رو میذاریم. بعد از 1 ساعت خورشت کرفسمون آماده است. اگر این آموزش براتون مفید بود با لایک و کامنت و سیو از این آموزش حمایت کنید.